در روستای فینیتو همه چیز بر وفق مراد بود و رو به راه. نه دزدی، نه اختلاسی، نه زلزله‌ای، نه ریزگردی، نه گرسنه‌ای، هیچ. تا اینکه یک شب چند نفر معدود که از خارج روستا آمده بودند دست به آشوب زده و امنیت کدخدا را به خطر انداختند. فردای آن روز آحاد غیور روستا در حمایت از کدخدا به میدان فینیتو آمدند و التزام عملی و قلبی و ریوی خود را به کدخدا ابراز داشتند. خونی که در رگ ماست هدیه به کدخدا بود. آقا این چی شد؟ قرار بود این حماسه با شکوهیده بشه. اینا کمن که. آقا فردا یه بار دیگه. ما اهل فینیتو نیستیم، کدخدا تنها بماند. آقا این شکوه کجا رفت؟ ای خاک بر سر کدخدا که 4 نفر رو نمیتونی جمع کنی تو. آقا خلاصه هی شب شد و روز شد، شب شد و روز شد و این حماسه شکوهیده نشد که نشد. تا اینکه گشاد را برین، گشاد را برین، گشاد شعار نیست، گشاد شعار نیست، گشاد یه حرفه، گشاد یه حرف. جمعش کنین. شب و روز که نشد. جمع کن آقا.